این ماجرا توی 7-8 سالگی برام اتفاق افتاد. خواهرم اتاق شخصی داشت ولی من و داداش کوچیکم اتاقمون مشترک بود و یه تخت 2 طبقه داشتیم که اون بالاش میخوابید. من معمولاً تا نصف شب با گوشیم بازی میکردم و بعد میرفتم توی تخت. خلاصه حدود ساعت 3 صبح بود و رفتم بخوابم. وقتی چراغ اتاقمون رو خاموش کردم نمیشد هیچی ببینی، ولی من عاشق این تاریکی بودم چون میتونستم بهتر بخوابم. داشت دیگه کم کم خوابم میبرد که دیدم داداشم داره از بالای تخت میاد پایین، ولی بعد سریع برگشت بالا. تعجب کردم چون معمولا فقط وقتی که دستشویی داشت میومد پایین، ولی گفتم لابد بیخیال دستشویی رفتن شده و دوباره رفته بالا. برای همین زیاد توجهی نکردم. مدتی بعد صدای خراشیدن اومد. انگار داشت ناخوناشو روی دیوار میکشید. رفت روی اعصابم، واسه همین با لگد گذاشتم زیر تختش. دست از کارش برداشت ولی داشت زیرکی میخندید. منم پرسیدم چرا میخندی؟ وقتی اینو گفتم سرشو از تخت آورد پایین و نگام کرد. توی تاریکی نمیشد صورتشو ببینم ولی میتونستم ببینم به من خیره شده. گفتم لابد میخواد منو بترسونه، برای همین منم بهش زل زدم. یکم بعد چشام به تاریکی عادت کرد و تونستم کم کم ببینمش. ولی قبل از اینکه بتونم صورتشو کامل ببینم برگشت و دوباره روی تختش دراز کشید. تنها چیزی که تونستم ببینم این بود که داشت میخندید. داشت با دهن باز لبخند میزد چون دندوناشو دیدم. راستش اون موقع خیلی وحشت کردم و ترسیدم چون از داداشم بعید بود که بخواد نصف شب همچین کاری کنه و اگر فردا بهش میگفتم خودشم میترسید. با وحشت چشامو با دستم پوشوندم و سعی کردم بخوابم. خوابم برده بود که یه نفر صدام کرد. صدا داشت منو با اسم کوچیک صدا میزد. وقتی اسممو شنیدم انقدر ترسیدم که نمیتونستم نفس بکشم چون داداش کوچیکم همیشه منو داداش صدا میکرد. جواب ندادم و خودمو زدم به خواب. بعد از اون کل شب از بالای سرم صدای خراشیدن میومد و میتونستم حس کنم که کل تخت داره تکون میخوره. صدای خراشیدن و خاروندنش خیلی خشن و زیاد بود. اصلا نمیفهمیدم داره کدوم قسمت بدنشو میخارونه، ولی از بس صداش زیاد بود که حس کردم پوستش داره پاره میشه. در نهایت از شدت خستگی خوابم برد و صبح حدود ساعت 10 از خواب بیدار شدم. بالای تخت رو نگاه کردم ولی داداشم اونجا نبود. سریع از پله ها رفتم پایین. دیدم داره آماده میشه بره مدرسه ولی خیلی ریلکس سرش تو گوشیش بود و انگار نه انگار که چیزی شده. یه مشت زدم تو شونش، گفتم بی شور چرا دیشب منو اونجوری ترسوندی ها؟ گیج شد و گفت دیشب توی اتاق خواهرمون خوابیده بود. یادم افتاد که اون شب خواهرم نیومده بود خونه و خونه دوست پسرش مونده بود. بعد از این ماجرا اتاقمون تبدیل به یه انباری شد و من و برادرم دیگه طبقه پایین میخوابیدیم. یه صلیب روی در اتاق گذاشتیم ولی بعضی وقتا صلیب خودش کج میشد. ما هم دوباره درستش میکردیم ولی هر بار بازم کج میشد. با یه کشیش در موردش حرف زدیم. بهمون گفت که اصلا نذارید صلیب کاملا وارونه بشه وگرنه موجود توی اتاق تا ابد ولتون نمیکنه. همه چیز با یه در زدن شروع شد. حدود ساعت 10 شب بود. آشپزخونمون درست کنار در جلویی بود، واسه همین میتونستم از اونجا توی حیاطمون رو ببینم. نگاه کردم و دیدم یه مرد ماسک پوش پشت پنجره وایساده. ناگهان برقا قطع شد. مرد ماسک پوش از اونجا رفت و صدای باز شدن در کشویمون اومد. به معنای واقعی با تمام سلولام ترس و احساس کردم. من اون موقع تو آکادمی پلیس کانادا در حال تعلیم بودم تا در آینده یه پلیس موفق بشم. بنابراین یه تفنگ داشتم که توی گاف صندوق اتاق مامان بابام نگهش می‌داشتم. مدلش RCMP 3432 بود. مامانم که مثل من وحشت زده شده بود گفت باید سری فرار کنیم تو حیاط پشتی و فوری بریم خونه داییم که 3 بلوک از ما دورتر بود. اما وقتی از در شیشه‌ای به حیاط پشتی نگاه کردیم توی تاریکی یه مرد رو دیدیم که انگار یه چیزی شبیه چاقو توی دستش بود. من و مامانم تصمیم گرفتیم توی زیرزمین قایم شیم چون قفلش از همه جا محکم‌تر بود. یه چاقوی آشپزخونه هم برداشتیم و توی تاریکی مخفی شدیم. مامانم داشت با ترس گریه میکرد، برای همین سعی کردم آرومش کنم و گفتم نگران نباش. 1 ساعت گذشت. با ترس توی زیرزمین موندیم اما هیچ صدایی نمیشنیدیم. با خودم فکر کردم که بابام دیگه باید الان رسیده باشه خونه. با احتیاط از زیرزمین رفتیم بیرون و دیدیم هیچ خبری نیست. اونجا بود که یادم اومد توی گاف صندوق یه تفنگ دارم. یکم از خودم حالم به هم خورد چون مثلا قرار بود در آینده پلیس این مملکت بشم و باید راحت این شرایطو هندل میکردم. خلاصه کد گاف صندوق یادم رفته بود و مامانم بازش کرد و تفنگو برداشتم.
مامانم با چاقوی آشپزخونه کنارم بود و یکی یکی تمام اتاقا رو چک کردیم تا ببینیم دزدی چیزی اومده یا نه، اما چیزی پیدا نکردیم و فکر کردیم شاید چند تا بچه احمق بودن که خواستن همسایه ها رو بترسونن. ولی دیدیم پنجره دستشویی اتاق خواهرم با چیزی شکسته. هر دو خواهرام رفته بودن اردوی مدرسه و خونه نبودن. مامانم خیلی میترسید، برای همین اون شب تفنگ به دست کنارش نشستم تا بخوابه. ازم پرسید بابا کجاست و گفتم احتمالاً توی شرکت مشغوله. بالاخره خودم هم رفتم خوابیدم، ولی 2 نصف شب با فریاد مامانم از خواب بیدار شدم. اون رفته بود یه چیزی از کمد برداره که یکی اونو گرفته بود. تفنگمو برداشتم و نشونه گرفتم سمت کمد، ولی یه نفر از پشت سر منو گرفت و اون لحظه بود که داشت خفم میکرد. با آرنج زدم توی شکمش و تفنگو گرفتم سمتش. یه مرد دیگه مامانمو گرفته بود و چاقو رو گرفته بود زیر گلوش، ولی فوری یه تیر زدم تو دستش. از نشونه گیری دقیقم خیلی کیف کردم، چون با موفقیت زدمش و چاقو از دستش افتاد. مامانم چاقو رو برداشت و منم تفنگو به سمت هر دوتاشون نشونه گرفتم. به مامانم گفتم که بره بیرون فیوز برقو چک کنه و اونم فوری رفت. در عرض 1 دقیقه برق و وای فای وصل شد و یه عالمه نوتیف اومد رو گوشیم. مامان گوشی رو برداشت و فوری به پلیس زنگ زد. ماسک یکی از مردا رو برداشتم و دیدم یه مرد 40 ساله است با یه عالمه ریش و پشم و چهره وحشت زده. اما وقتی ماسک اون یکی رو برداشتم شوکه شدم، چون اون تونی بود، بهترین دوست بابام. یه آدم زیاد می‌دیدیمش. بابام و اون با هم خیلی صمیمی بودن، ولی متاسفانه رفت توی کار قاچاق مواد و بابام هم وقتی دید نمیتونه عوضش کنه تصمیم گرفت که دوستیشون رو برای همیشه تموم کنه. ولی اون آدم عوضی و کینه‌ای بود و یه بار با رفیقاش بابامو حسابی کتک زدن. بابام هم وقتی اومد خونه به پلیس زنگ زد و تو دادگاه بر علیه شهادت داد و تونی به جرم قاچاق مواد به 16 سال زندان محکوم شد. 16 سال از اون ماجرا گذشته بود. واقعا نمیدونستم چه جوری آدرسمون رو پیدا کرده بود و چرا میخواست از ما دزدی کنه. پلیس رسید و دستگیرشون کرد. تو ماشینشون سلاح داشتن. بابام تلفنشو جواب نمیداد و پلیس رفت به شرکتش، ولی دید اونجا نیست. فهمیدیم 5 ساعت پیش از شرکت رفته بود. من و مامانم خیلی نگران بودیم. روز بعد جسد بابامو توی سطل زباله پیدا کردن. انداخته بودنش توی کیسه زباله. 17 تا ضربه چاقو خورده بود. خواهرم از اردو برگشتن و هممون توی شوک گریه می‌کردیم. مراسم بابامو برگزار کردیم و تونی و دوستش که اسمش تایلر بود هر دو به اعدام محکوم شدن. هنوز نمیتونم اون ماجرا رو فراموش کنم. 3 سال بعد از اون ماجرا زیر زمینمون رو کاملا بازسازی کردیم و گذاشتیمش برای اجاره. یه شغل پاره وقت توی انبار فروشگاه پیدا کردم و مامان و خواهرم توی فروشگاه لباس دوستش مشغول به کار شدن. اینجوری زندگیمون رو میگذرونیم چون نمیخواستیم خونمون رو بفروشیم. من الان 28 سالمه. توی کانادا یه افسر پلیسم و 10 ساله که به این شغل مشغولم. خونه قبلیمون رو اجاره دادیم و یه خونه جدید خریدیم. میدونین یه خونه 2 طبقه بزرگ که با مامانم و خواهرام توش راحت زندگی کنیم. من امسال قراره ازدواج کنم. تازه بهم گفتن که احتمال داره ترفیع درجه بگیرم و به زودی رئیس پلیس بشم. الان زندگی خوب و موفقی دارم، ولی ای کاش پدرم هم میتونست این روزا رو ببینه و میتونستم یه بار دیگه بغلش کنم. سلام، اسم من کیته. این اتفاق زمانی افتاد که 14 سالم بود. ما تو شهر اسلاو انگلیس توی خونه کوچیک با مامانم و 3 تا خواهر و برادرم تیا، جونیور و مندس زندگی می‌کردیم. خونمون نزدیک یه پارک کوچولو بود که یه سرسره، میله بازی و یه دونه تاب داشت که از یه درخت بلوط قدیمی آویزون بود. اینو تو ذهنتون داشته باشید تا بعد. من و تیا با هم خیلی خوب بودیم و به عنوان یه خواهر بزرگتر همیشه با خوشحالی می بردمش تو پارک کنار خونه تا بتونه بازی کنه. اون روزم رفتیم پارک و دیدیم یه دختر تنها روی تاب نشسته. خیلی تعجب کردیم چون صبح دوشنبه بود و کسی اون موقع بیرون نمی رفت. موهای بلند مشکی داشت و زیر چشماش خیلی سیاه بودن. یه لباس یشمی تنش داشت که پاره پاره و کثیف بود. همینجور رو تاب نشسته بود و با لبخند ترسناکی به زمین نگاه می کرد. من خودم زیاد فیلم ترسناک می بینم و تا اون دختر رو دیدم حس خیلی بدی گرفتم. میخواستم خواهرم رو ازش دور نگه دارم، ولی قبل از اینکه بتونم کاری کنم تیا با هیجان دوید و میخواست با اون دوست جدیدش بازی کنه. از اونجا که وایساده بودم میتونستم ببینم که چند تا کلمه بینشون رد و بدل شد و همه چی اوکی به نظر میومد، چون دختره یه لبخند نرمال زد
و با خواهرم شروع به بازی کردن. خیالم راحت شد. نشستم رو نیمکت و تو گوشیم مشغول شدم. چند ساعت بعد مامانم بهم زنگ زد و گفت دیگه برگردید خونه. تیا رو صدا زدم و اونم از دوستش خداحافظی کرد. با دوست جدیدش بای بای کرد و با لبخند پهن و عجیبی رفتن ما از پارک رو تماشا میکرد. همینجوری که دست تیا رو گرفته بودم و داشتیم میرفتیم خونه، شروع کرد راجع به دوست جدیدش حرف زد. بهم گفت اسمش گلوریاست و خونه اونا هم تقریبا نزدیک پارکه. برام جالب بود چون ما خیلی وقت بود تو این محل زندگی میکردیم و تا حالا این اطراف ندیده بودمش. همینجور داشتیم میرفتیم که ناگهان خواهر کوچولوم دستم و ول کرد و رفت یه سمت دیگه. سری برگشتم و دیدم به یه جایی خیره شده. داشت میلرزید و رنگش کم کم مثل گچ میشد. با گیجی رفتم پیشش و پرسیدم داری به چی نگاه میکنی؟ بعد نگاهش رو دنبال کردم و چیزی دیدم که دلم ریخت پایین. یه آگهی از همون دختری که تو پارک دیدیم رو ستون چسبیده بود. همون لباس یشمی تنش بود که تو پارک پوشیده بود. زیر عکس نوشته شده بود مقتول و پایین آگهی هم شماره تماس مامان باباش نوشته شده بود. با خودم فکر کردم که اگه اون دختر مرده پس اونی که تو پارک دیدیم کی بوده؟ رفتیم خونه و خواهر کوچولو موضوع رو به برادرام گفت ولی بهمون خندیدن و گفتن دیوونه. من در نهایت با شماره تماس گرفتم و فهمیدم که جسد دخترشون تو همون پارک پیدا شده. یه نفر اون دختر رو کتک زده بود و با چاقو کشته بوده و بعد جسدش رو از درخت بلوطی که تاب بهش وصل بود آویزون کرده بود. جسدش 2 هفته پیش پیدا شده بود. من و تیا وقتی اینو فهمیدیم خیلی وحشت کردیم و دیگه هیچ وقت تو اون پارک نرفتیم. من این ماجرا رو اوایل 30 سالگیم که یه افسر پلیس بودم تجربه کردم. یه شب یه مرد با جیغ و داد زنگ زد و کمک میخواست. منم فوری به محل رفتم. وقتی با همکارم دانیال رسیدیم تو کوچه صدای فریاد و ناله های یه مرد رو شنیدیم. سریع رفتیم سمت صدا و بعد صحنه دلخراش دیدیم. شخصی که زنگ زده بود دیگه مرده بود. بدنش به طرز فجیعی تیکه تیکه شده بود و یه مرد با دست و صورتی خونی روش نشسته بود و گفت نزدیکتر نیایید وگرنه شما هم مثل اون میمیرید. بعد دهنشو تا ته باز کرد و اونو با 2 دستاش پوشوند. انگار داشت سعی میکرد جلوی باز شدن دهنشو بگیره. بدنش یه جوری میلرزید که انگار فشار زیادی رو تحمل میکنه. داد میزد و یه چیزی میگفت ولی نمیتونستم صداشو بشنوم چون جلوی دهنشو گرفته بود. رگای پیشونش یه جوری زده بود بیرون که انگار هر لحظه میخواست بترکه. به جسد نگاه کردم و دیدم بعضی از قسمتاش نیست. احتمال دادم که این مرد اون قسمتا رو خورده باشه. دست لرزونم و آروم بردم سمت تفنگم. بعد ناگهان دستاش که جلوی دهنش رو پوشونده بود افتاد و دهنش به طرز باور نکردنی باز شد. استخونای فکش یه جوری صدا دادن که انگار شکستن و از جا در رفتن. بعد با صدای خیلی بلند داد زد و گفت از من دور شد، فرار کنه. مخلوطی از درد و خشم توی صداش حس می شد. با 2 دستام گوشامو گرفتم چون میگفتم الان پرده گوشم پاره میشه. بعد با دهن کاملا بازش 4 دست و پا خزید و حمله کرد به سمت ما. پریدم عقب و افتادم روی زمین. بعد اون پرید روی همکارم دانیلو، نشست روی تنش و داد زد شبم جور شد، میخوام هر 3 تاشونو بخورم. مثل یه حیوان وحشی گردن دانیلو گاز گرفت. خوشبختانه توی اون فرصت تونستم تفنگمو بکشم بیرون و یک گلوله توی پاش بزنم. ولی حتی بعد از تیر خوردنم دست از کارش نکشید. دوباره توی رانه شلیک کردم و این بار با ناله افتاد روی زمین. مثل سوسک وارونه تون دست و پاشو تکون میداد و جیغ میزد. آب دهنش همینجوری میریخت بیرون. از دیدن اون صحنه سر جام خشکم زده بود و تمام بدنم داشت میلرزید. مدتی بعد از هوش رفتم و خودم رو جمع جور کردم و به آمبولانس زنگ زدم. دانیالم به بیمارستان رفت و مداوا شد. روز بعد مرد توی بیمارستان بیدار شد ولی یادش نمیومد چی شده. چشماش و صداش تغییر کرده بود. انگار کاملا یه آدم دیگه شده بود. ازش پرسیدم واسه چی همچین غلطی کردی؟ گفت یه چیز وحشتناک درونم زندگی میکنه. هر روز توی سرم حرف میزنه. میخواد یه چیز زنده بخوره، نه گوشت مرده که توی رستوران میفروشن. با دستاش ملافه رو محکم گرفته بود و با چهره وحشت زده ادامه داد و گفت
هر بار که میرم توی خیابون صداشو توی سرم میشنوم. میگه آدما خیلی خوشمزه به نظر میان، ازم میخواد تا منم همراهش بخورم. میگه باید چه کار کنه، واسم میپرسه میتونه واسه مدتی بدنمو استفاده کنه. منم همش یه طعم خاص و مزه میکنم. اصلا اون مزه رو نمیشناسم، ولی شبیه یه چیزیه که قبلا خوردم. آب دهنم راه میفته. هر بار این اتفاق میفته از شدت درد موهامو میکشم و جیغ میزنم، ولی بعضی وقتا قدرت و اراده‌مو از دست میدم و نمیتونم کنترلش کنم. خب میدونی بعضی وقتا خیلی گرسنم میشه، توی اون لحظه ها کاملا کنترلمو از دست میدم و وقتی دوباره به خودم میام دهنم پر از بوی خونه، شکمم انقدری پر شده که نمیتونم درست نفس بکشم. اونجاست که میفهمم یه چیزی خوردم، ولی اصلا یادم نمیاد چی. باید چی کار کنم؟ زبونم بند اومده بود. از اونجایی که چند باری بهم گفته بود حافظش رو از دست داده، از یه هیپنوتراپیست خواستم بیاد کمکش کنه. هرچند هر وقت هیپنوتیزم میشد داد میزد و میگفت یه هیولا داخلشه و بعدش هم خش میکرد. متاسفانه نتونستم قربانی یه دیگرش رو پیدا کنم، ولی مشخصاً آدم‌های بیشتری رو کشته و خورده. وقتی یادم میاد تمام تن و بدنم مرمور میشه. لحظه‌ای که 4 دست و پا بهم حمله کرد و اومد سمتم و دهنش انقدری باز بود که فکش در رفته بود. به خاطر آسیب روحی اون پرونده از پلیس بودنم استفاده دادم و الان مثل یک شهروند عادی زندگی میکنم. اسم من لیزاست و خانواده‌ام عاشق سفرهای جاده‌ای هستن. ما از اون خانواده هایی بودیم که یه جا بند نمی شدیم و دائم تو سفر بودیم. ولی این یکی از وحشتناکترین تجربه هایی که تا به حال داشتم، تا حدی که دیگه بعد از اون به هیچ سفر جاده‌ای نرفتیم. همه چیز از زمانی شروع شد که داشتیم میرفتیم یه شهری سفر. اسمشو نمیتونم بگم. هوا داشت تاریک میشد و هتلی که قرار بود بریم پر شده بود. هتل‌های دیگه هم چندین ساعت با ما فاصله داشتن. بابام به رانندگی ادامه داد تا یه جایی پیدا کنه و رسیدیم به یه مسافرخونه قدیمی. جای زیاد بدی به نظر نمی رسید. فقط وقتی وارد محوطه شدیم یه بوی گندی خورد تو دماغمون. ولی از اونجایی که خیلی خسته و گشنمون بود اهمیتی ندادیم. درشو زدیم و یه خانواده درو باز کردن. مادر و پدر سفید پوست بودن ولی دخترشون زیادی سفید بود و شکلشون نبود. مامان باباش بلند و مو قرمز بودن اما موهای دختر مشکی پرکلاقی بود. به هر حال چون همه چی اوکی بود رفتیم تو و قرار شد یه هفته اونجا بمونیم. تنها چیز عجیبش این بود که در یکی از اتاقا قفل بود که گفتیم شاید وسایلای خودشون داخلش باشه. موقعی که اونجا بودیم یه خانواده دیگه هم اومدن بمونن که یه دختر داشتن و همگی 8-9 سالمون بود. خلاصه من، دختر مسافرخونه و اون دختر دیگه تصمیم گرفتیم با هم قایم موشک بازی کنیم. دختر مسافرخونه گفت که استاد قایم شدنه. واسه همین من و اون دختر دیگه رفتیم چشم گذاشتیم و سر $20 شرط بستیم که پیداش میکنیم. راستی یادم رفت بگم که دختره صدای خشدار وحشتناکی داشت. وقتی گفت آماده است تنم مورمور شد. بگذریم. جدا شدیم تا زودتر پیداش کنیم. چند دقیقه گذشت و پیداش کردم. پشت سرش بودم و میخواستم داد بزنم که پیدات کردم، اما ناگهان یه چیزی دیدم که قلبم اومد تو دهنم. خشکم زد. دختر مسافرخونه گوشه دیوار با یه چاقو تو خودش جمع شده بود و کنارش جسد اون دختر دیگه بود. فهمیدم که احتمالاً منتظر منم بیام و همین بلا رو سرم بیاره. اشکام جاری شدن. باید قبل از اینکه منو میدید از اونجا فرار میکردم. آروم و بی صدا پله ها رو رفتم بالا، اما یهو چیزی شنیدم که دلم ریخت. دختر پایین پله ها وایساده بود و با چشمای گشاد و با لبخند به من زل زده بود. جیغ زنان فرار کردم تو هموم. قفلش کردم و گوشیمو در آوردم تا به پلیس زنگ بزنم. چند دقیقه تو هموم گریه میکردم و اون دخترم محکم میکوبید به در. ناگهان صدای آژیر پلیس رو شنیدم و قدمایی که با عجله از اتاق فرار میکردن. فهمیدم صاحب مسافرخونه تا پلیسا رسیدن سریع فرار کردن. رفتم پایین و مامان بابامو بغل کردم و بهشون گفتم چی شده و پلیسا هم جسد اون دختر رو از اونجا بردن. دلم خیلی واسه مامان بابای دختر سوخت. به پلیسا گفتم چی شده و راجع به اتاق قفل شدم گفتم. بردمشون سمت اتاق و درش رو شکستن. همون موقع بود که بوی متعفنی شنیدیم و وقتی منبع بو رو دیدم حالم بدتر شد.
جسدای خونین توی اتاق رو هم انباشته شده بودن. سر بعضیاشون قطع شده بود و بعضیاشون دست و پا نداشتن. اون مسافرخونه رو ترک کردیم و دیگه هرگز به سفر جاده‌ای نرفتیم.